سلام دوستان، با کانال بهرام خوش آمدید. در زبان ترکیه دوام خواهیم داد. موضوع امروز ما تصنیف حرف ها می باشد. تصنیف این یعنی صنف بندی کردن یا اینکه گروه بندی کردن می شود. مثلا حرف ها را ما به گروه های صداناک و همصدا گفته تقسیم کرده می توانیم. تصنیف صداناک ها را گذاریم. تصنیف صداناک ها سه نوع می شوند، یعنی ما حرف های صداناک را سه نوع به صنف ها تقسیم کرده می توانیم. نوع یکم صداناک های قوس و صداناک های تنک گفته اونها را تقسیم کرده می توانیم. در اینجا حرف های سرخی که می بینید صداناک های قوس می باشند، یعنی وقتی تلفظ کردن آنها زبان آدم به طرف قفا می رود. ا آ او. اگر خود نیز گوید این را خواهید فهمید. و صداناک های تنک ای او او. صداناک های تنک باشند، زبان به سوی پیش می آید در هنگام تلفظ آنها. گذاریم به نوع دوم، وسیع و تنگ. صداناک های وسیع و تنگ اینها از روی هنگامی تلفظ دهانمان وسیع باز می شود یا اینکه تنگ باز می شود گفته چنین نام داده شدند. صداناک های وسیع ا آ و صداناک های تنگ باشند ای او و ای. و پردازیم به نوع سوم، صداناک های هموار و صداناک های گرد. صداناک های هموار او ای می باشند و صداناک های گرد باشند او و ای. صداناک های گرد و صداناک های هموار فرقیتشان این است که در هنگام تلفظ آنها لبهایمان و شکلی گرد در خواهد آمد و در هنگام تلفظ صداناک های هموار لبهایمان همچو دراز هموار خواهد شد. پردازیم به تصنیف همصداها. همصداها دو نوع تصنیف می شوند. نوع یکم دوامناک و قطع شده گفته. دوامناک همصداهایی را می گویند که صدای آنها دوامناک هستند، مثلا حرفی ف. و در بین هم اگر شنوید می فهمید که صدای حرفی ف در آمده ایستاده است. و قطع شده همصداهایی را می گویند که در بین اگر صدای آنها را شنوید نمی فهمید که کدام حرف را تلفظ کرده ایستاده است. مثلا حرفی ب یعنی خاموش می شود، دوام داده نمی توانیم این حرف را. نوع دوم سخت و ملایم گفته همصداها را تصنیف کرده می توانیم. همصداهای سخت از روی تلفظ صدای آنها کمی سختتر نظر به دیگر همصداها می برایند، مثلا حرفی چ، ف، ه و دیگرها. و ملایم ها باشند ب، ج، د، گ، یمشک گ و غیره. عباره فستقچی شهاب یکی از عباره های کمکی برای ازیاد کردن همصداهای شکل سخت می باشد، به خاطر اینکه اگر از این عباره ما تمام صداناک ها را اندازیم، همصداهای مانده شده همصداهای نوعی سخت می باشند. ف، س، ت، ک، چ، ش، ه، پ. و این عباره در زبان ترکی بسیار استفاده کرده می شود. رحمت برای وقتتان. لایک مانید، ابونه شوید، زنگوله چه روزی کنید و سلامت باشید.